آره اون چکو دادم بابا پاس کنه. نه الان دارم میرم در، نه بابا دارم میرم دم نمایشگاه ماشین بردارم یه پرش چیزی ببینم هست. بابا پریا رو میشناسی دیگه، پرش دوست داره. آقا یکم صدای ضبط تو کم میکنی، یکم فرهنگ داشته باش. بذار میگیرمت. دانشجویی؟ نه هستم، نه بودم نه خواهم بود. چیه اینو گفتی بگی لیسانس داری؟ نه عزیز، فوق لیسانس دارم. ببین هر کسی نون جرگذشو میخوره عزیز من. روزایی که شما وقتتو واسه درس خوندن تلف کردی من ازش استفاده کردم، الان شدم اینی که میبینی. ساندویچی داشتم، کرونا اومده بود، تازه داشتیم باش کنار میومدیم که شب خوابیدم، صبح قیمت نون ساندویچ شده بود 10 برابر. با اونم داشتیم کنار میومدیم ولی صاحب مغازه کرایه رو کرده بود 3 برابر. دیگه نه دخل داشتیم نه درآمد، جمعش کردم رفتم کارگری. ولی اونقدر حقوقو دیر میداد که بگذاریم. این شب و روزا رو ندیدی، نمیفهمی چی میگم. خب منم سختی کشیدم. سختی تو ست کردن رنگ ساعتت با لباست بود ولی سختی من این بود که شب دیر برم خونه تا دخترم بخواب و باهاش چش تو چش نشم. آخه 4 سال ازم یه دونه دوچرخه خواسته و نتونستم بخرم. ببین مشتی من بیورزه نیستم فقط مثل شما به مقصد رسیدیم. آقا مرسی. بفهم. بقیه‌شون مال خودت. بابا مال خودت. ببین مشتی گلی، از کیسه خلیفه نبخش. منم به حق خودم قانعم. میگذره این روزا. بگید تو هم قبل از اینکه ولخرجی کنی از ددیت اجازه بگیر بعد پولاشو خرج کن. بفرما. ببین بسر در رو یواش شو. موفق نمیشی صرفاً چون عمرت تو درسات بالاست. دیر میفهمی زندگی نکردی و 6 دنگ حواست به چی میشه بوده.